خب قسمت دوم تا اینجا ما در آوردیم. شترمرغ هم داره دل میزنه. تجربهش هم تا حالا اصلا نداشتی که ما بتونیم این جوجه را داخل تخم در بیاریم. اولین باره. یارو گفت برو بذار زیرش تا صبح بمونه فردا باز بشه. ما گفتیم ما عجله داریم میخوام بریم والیبال. عید این جوجه را بزنیم هرچی باد. خب انشالله که سالم در میاد. داره تکون میخوره. این پارچه این سرشو دروغ میگی. جدی همینجا فکر کن سرشو نگاه. پارچه شیری پارش کن. بکش با هم چی اینجوری دو دستی اینجوری بکش. دل میزنه بیونه. این خون ریزی کرد. چرا؟ شاید بعضیش تخم مرغ خون داره. چه میدونم تجربهش نداره. خوبه دیگه چه نماشی در بیاری. در بیاری که نه میره خوبه. یه جاشی بی پره کنی. یا صاحب 4 میلیون. لایه اول سوزن نخ. لایه دوم اینا چیش اس بورش میدن گازنبور میگه چیش میگن دکتری. وای دکتر رو موردم اینجا. در اومد پشماش در اومد. وای جان ای هنوز رضا خوب نیست. چرا برو این خون جان دورو خود برشه. خوب خون نیست. دورو برشه. هنوز خوب نیست. خون دورو برشه این. خب میخوای بریم قسمت بعدی باز سری بعد قسمت بعدی رو نگاه کنیم. لایو ببن علی آقا.